حاج آقای خاطره خوب گوش بده. خاطره در گوشیات با امام شب نصف شب وقت بی وقت قبول نیست. بله، با وجود اینکه این یارو افراطی کله گلابی خاطرات ما رو قبول نداره، اما چون در روزهای حساسی هستیم من از اون نمیرم و باز هم چند تا خاطره مگو رو براتون تعریف میکنم. یادم میاد که یک بار در حضور پدر امام داشتیم نون بیار کباب ببر بازی میکردیم که ناگهان کتری چپ شد و آب جوش اون روی پای پدر امام ریخت و اونو سوزون. بله، پدر سوختگی از صفات برجسته حضرت امام بود. بله، شاید خیلی هم ندونم ولی بنده میدونم که امام از همون دوران طلبگی به باشگاه پرورش اندام میرفت و تن پروری هم از صفات برجسته حضرت امام بود. یک روز دیدم امام در باشگاه بدون وزنه داره با هارتر پرس میزنه و عرض کردم اماما چرا اینقدر سبک؟ امام با همون ابروهای پرپشت اخم کمرنگی کرد و گفت این غلط ها به تو نیومده. بله، سبکباری و بددهنی از ویژگی های بارز حضرت امام. بله، وقتی بدن امام به مراتب رفیع عضلانی رسید یک بار در خیابان با مرد سالمندی دعوا شد و امام با کله گذاشت توی صورت پیرمرد. سر زدن به سالمندان از صفات بارز حضرت امام بود. زندگی ورزشی امام فراز و نشیب‌های بسیاری داشت و یادم هست که در دوران اقامت در نوفل شاتو یک بار امام صبح زود در کوچه می‌دوید و ناگهان پایش به بند کفشش گیر کرد و افتاد. بله، پایبندی یکی دیگه از صفات برجسته حضرت امام بود. بله، امام معتقد به تعامل با دنیای بیرون بود و یادمه که امام سیگاری قهاری بودن و امام همیشه سیگار رو بدون فیلتر میکشیدن. بله، فیلتر نکردن یکی از صفات برجسته حضرت امام بود. بله، یادم هست که یک روز عشق من یعنی آقای خامنه‌ای بیمار بود و خدمت امام رسید و گفت اماما بیمارم و امام در حالی که ریش خودشون رو شانه میکردن فرمود برو ماری بگی تا با مار شوی. سید علی آقا هم طبق گفته امام عمل کرد و برای گرفتن مار به کوه رفت، ولی وقتی با ابهت مار مواجه شد بترسید و سریع سر ته کرد و از اون روز بیمار ماند. بله، در پایان هم بنده لازم میدونم که کمی هم از چهره پرتلالو حضرت امام بگم که این روزها مثل سریال اوشین همینجور در خواب من ظاهر میشه. بله، به خاطر دارم که امام بینی باریکی داشت و باریک بینی هم از صفات برجسته حضرت امام بود.